شناسنامه‌ای که در ردیف نام فرزند دیگر جایی برای نوشتن نداره. ثبت نام عارف به عنوان فرزند جدید برای این پدر 64 ساله. رفتیم برای تبریک تولد، آن هم برای 28مین فرزند خانواده. ما تبریک میگیم بهتون. حالا نورسیدتون مبارک باشه. اسم شما چیه؟ اسمت. چند سالتونه؟ 36 سال. خانواده پدری آقای آزادی هم پر جمعیته و علی اکبر 40 تا عمه و عمو داره. علی اکبر چند سالشه؟ 17. چند تا برادرین کلا؟ کلا 12. تنوع اسمی 16 دختر و 12 پسر هم بخش دیگری از شیرینی این زندگیه. چند تاشون اطرافتونن؟ الان اطراف رو الان 15 تا. بقیه کجا؟ بقیه رفتن بیرون سر کارند. دختران بازم تو خانه داره زندگی میکنن. چند تاشون ازدواج کردن؟ 8 تا. یه نازگل بعد از زهرا، فرهاد، معصومه، نرگس، شیرین، بعدی علی رضا، علی اکبر، محمد رسول، زینب و بازم کبرا. مادر خانواده هم البته از آرزوهایش برای تک تک بچه ها میگوید. درس بخونه، دوست دارم آیندهشون خوب باشه. هرچند این خانواده با جمعیت بالا شادیهای کوچکی برای خودش دارد، اما مشکلات سر راهش هم کم نیست. تو 28 چندمی؟ نمیدونم. شده تا حالا مهمونی برین خانوادگی با هر 28 تا با پدر و مادر؟ آره رفتیم. بعد عکس العمل صاحبخونه چی بوده؟ عکس العملش هیچی. الان این خانواده چند نفریه؟ تو شهرستان کنوز متعلق به آقای آزادی با 28 تا فرزند و 13 نوه. امید است با حمایت و اجرای مشوق‌های جوانی جمعیت کمی از مشکلات این خانواده کاهش یابد. بحث مسکن دارند و جایی که هستن استیجاری هست و ما داریم تلاش میکنیم که اگر بتونیم حالا مدت قراردادی که داشتن با دوستان صحبت کنیم و این مدت قرارداد رو یه مقدار تمدید کنیم. زمینی که قراره به صورت رایگان در اختیارشون قرار داده بشه و بحث تامین اعتبار برای تحصیلاتشون هست که در حال پیگیری است. نفیسه نجفی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان کهنوج.